دوستان به نظر شما سبک زندگی شیوه زندگی آدم‌هایی هستش که نظم و دیسیپلین دارن، که سر صبح بیدار میشن، رأس یک ساعت مشخص دوش آب سرد میگیرن، کتاب میخونن، مدیتیشن میکنن، بهترین لباس رو میپوشن، عطر میزنن و میرن سر کار و تا شب توی کارشون پر انرژی و شاد هستن و تمام روز دارن قوقا میکنن. فقط این آدم‌ها دارای سبک زندگی هستن یا هر انسانی دارای سبک زندگی است؟ خب چیزی که مسلمه قطعا اینه که همه آدم‌ها دارای سبک زندگی هستن. اما توی این ویدیو میخوایم جنبه‌های جدیدتری رو از این دوتا واژه کنار هم تو ذهنمون ایجاد بکنیم، چون هدف ما اینه که تا حد ممکن هر چیزی رو میبینیم بتونیم برداشت خوبی برای تنظیم سبک زندگیمون ازش داشته باشیم. اولین زاویه جدیدی که میخوام برای سبک زندگی توی این ویدیو داشته باشیم موجودات زنده هست. قطعا زندگی مختص ما انسان‌ها نیست. همه موجودات زنده از گیاهان گرفته، حشرات، حیوانات مختلف، همه اینها دارای سبک زندگی هستند. بذارید یک تعریف کلی و جامع بگم. سبک زندگی میشه تمام کارهایی که از نقطه تولد تا نقطه مرگ بر بستر زمان انسان‌ها و همه موجودات دارن انجام میدن. اما این شروع و پایان برای اشیاء بیجان هم هست. درسته؟ مثلا یک سیاره، یک ستاره، یک کهکشان، همه اجرام آسمانی و همه اشیاء بیجانی که شما بر روی زمین، یک میز، یک لپتاپ، یک گوشی موبایل، همه اینها دارای یک نقطه شروع و نقطه پایان هستند که در فاصله بین این دو یک شیوه پیمایش زمانی رو دارن. حالا ما به این نمیگیم سبک زندگی، چون زندگی با تعاریفی که ما داریم اونجا اتفاق نمیفته، ولی شیوهی برای پیمایش زمانشون هست. یک کوه، شما به یک کوه نگاه بکنید توی فصلهای مختلف و توی عصرهای مختلف و توی هزاره‌های مختلف، حتی قاره‌ها در حال جابجایی هستن و زندگی که بر روی اینها جاری هست خود این شیوه پیمایش زمان اونها رو داره تعیین میکنه. اما حالا بریم یک کم جلوتر، از یک زاویه دیگه، از یک بعد دیگه به سبک زندگی نگاه بکنیم. همینطور که میدونید همه موجودات امروز زندگیشون رو مدیون شروع زندگی تک‌سلولی ها هست در یک چیزی بالغ بر 3 میلیارد سال پیش. خب با این تفکر اگر نگاه بکنیم در یک بازه زمانی این تک‌سلولی ها یکی یکی در کنار هم به همدیگه متصل شدن و چند سلولی ها رو ایجاد کردن. این چند سلولی ها رو آیا توی خانواده های خودمون میتونیم پیدا بکنیم؟ یه خانواده 5 نفری، 6 نفری، یه خانواده 10 نفره در واقع یک موجود بزرگتر رو داره تشکیل میده. درسته؟ یک منطقه چطور؟ یک شهر هم به نوعی یک موجودی هستش که لحظه به لحظه در جریانه. اجزای این موجود جریان دارن. یه حجم زیادی مواد غذایی به صورت روزانه وارد یک شهر میشه و یه حجم زیادی از فضولات و آشغال و بازیافت هر روز داره از یک شهر خارج میشه یا در مناطق خاصی جمع میشه. کشورها چطور؟ فرهنگ‌ها چطور؟ میتونیم مفهوم زنده بودن رو به فرهنگ‌ها هم بدیم، به فکرها هم بدیم، یا به شرکت‌ها یا به کارخونه‌ها. یک کارخونه مواد غذایی هر روز صبح یک سری مواد خام واردش میشه، اعضای کارمندان و کارگران اون کارخونه روی اون مواد با یه سری دستگاه‌ها دارن کارهایی رو انجام میدن و سپس آخر شب یا در طی یه هفته خروجی اون کارخونه میاد بیرون. اون کارخونه هم به نوعی سبک زندگی برای خودش داره. یک برند چطور؟ یک شرکت، یک برند جهانی که داره گوشی موبایل تولید میکنه، یه سبک زندگی برای خودش داره. یک زیست بوم برای خودش داره. یک زیست بومی که اجزای این زیست بوم دارن در کنار همدیگه کار میکنن برای یک هدف واحد، اما هر کدومشون یک جای این هدف رو دارن جلو میبرن. دقیقاً مثل اعضای بدن هر موجود زنده
که تک تکشون دارن یک کاری میکنن، یک هدفی رو دارن دنبال میکنن و به نوعی یک سبک زندگی رو برای خودشون دارن. خب دوستان، دلیل این توضیحات این بود که دوباره به فضای فکریمون یه خوراک جدید بدیم که از این پس به هر چیزی که نگاه میکنیم شیوه پیمایش زمان اون رو بررسی بکنیم و تا حد ممکن آموزش بگیریم. به طور مثال نظمی که در موجودات زنده وجود داره، نظمی که در پرندگان مهاجر وجود داره که در یک تایم خاصی در سال مهاجرت میکنن صدها کیلومتر به جایی دورتر، به یک نقطه دیگه کره زمین. یا نظمی که در درختها، سازوکار درختها وجود داره، در حیواناتی که توی آب دارن زندگی میکنن، در اجزای وجود خودمون، در کبد ما، سلول هایی که در کبد دارن کار میکنن. احتمالا شما هم متوجه این موضوع شدین که سلول در اجزای بدن ما متفاوت با همدیگه هست. مثلا سلول های عصبی مغز ما متفاوت با سلول هایی هستش که توی کبد ما وجود داره و هر کدوم از اینها شیوه زندگی خاص خودشون رو دارن، عمر خاص خودشون رو دارن. سلول های عصبی مغز یک عمر ویژه‌ای برای خودشون دارن که سلول های کبد متفاوت از اون، سلول های ماهیچه متفاوت از اون. با درک این مباحث در تنظیم سبک زندگیمون بیشتر دقت میکنیم. چرا؟ چون که اگر به ویدیوهای قبلی که 5 مرحله فضای فکری، 5 مرحله از خلأ تا نتایج سبک زندگی رو مرور کردیم، متوجه شدید که زمانی که ما بتونیم میوه خوبی از این فرایند ایجاد بکنیم، میوه های سبک زندگی ما نه تنها در طول زندگی بلکه حتی پس از زندگیمون هم ماندگار میشن و نتایج ما میتونن تا 10 سال دیگه، تا 100 سال دیگه و حتی خیلی بیشتر ادامه داشته باشن. به این خاطر حالا که ما توی این دنیا داریم زندگی میکنیم، میتونیم قابلیت این رو داریم که خودمون سبک زندگیمون رو طراحی و تنظیم بکنیم. چه بهتر که بیایم یک شیوهی رو پیاده بکنیم که ما هم نقشی در آیندگان ایفا بکنیم، هرچند نه به این هدف که در آینده نقشی داشته باشیم، بلکه به این هدف که از زندگیمون لذت ببریم. مرسی از وقتی گذاشتید. هر کجای دنیا که هستین حال دلتون عالی باشه و شب و روزتون بخیر. بدرود.